گریه کردن من نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرزندشان عبدالله را وقتی که از دست دادن 2 ساله بود و بسیار شیرین بود، اشک‌های چشمایشان بیرون شد. گفتند ای پیامبر شما هم میگیرید؟ گفتند فرزند انسان عزیز است و چشمها تر می شود. این تقدیر پروردگار است، اما هیچ چیزی نمیگیم بجز که خداوند راضی باشد. انا لله و انا الیه راجعون. پیامبر هم برای فرزندانشان گریسته بودند، اما گریستن من نیست. داد زدن، بی‌صبری کردن، رو کنی کردن، مو کنی کردن، اینها بسیار عذاب وزنین دارند. در یک روایتی آمده است میگوید ملائکه به همون انسانی که فریاد میزند، موی خود را میکند و او میگوید که ای انسان، من در این ساعت در این روز جانی تو رو هم میگیرم. میگوید اگر اون انسان بشنود ملائکه مرگ و او چی میگوید، هوشش میرود، مرده را فراموش میکند. پس یکی از گناهان کبیره است انسان چیکار کند؟ روکنی کند و بی‌صبری کند و مخصوصا که کرایه میکنند بعضی زنان را میارند تا اینجا داد و فریاد بزنند. عزاداری در اسلام 3 روز است. از 3 روز زیاد هر کسی که یک انسان مصیبت دیده رو اگر بخنداند، روحی رو بریده گرداند، برای او اجر نوشته می شود. در خانواده حضرت عباس فوت شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که خوراک بپزید و به خانواده عباس ببرید امکی من، برای که آنها مشغول به عزاداری خود هستند. سنت است که یکی از همسایگانمان، یکی از نزدیکانمان، یکی از برادرانمان، یکی از مسلمان وقتی در خانهش مصیبت شد، سنت است که ما در خانهمان خوراک تیار کنیم، آماده کنیم و به خانه میت ببریم. نه اینکه برویم در بالای عزاداری او از نان او رو مشقت بدهیم و در دسترخوان او بشینیم دیگر از دسترخوانش نخیزیم. سنت این است که ما خوراک آماده کنیم و به خانه صاحب اعضا، یعنی خانه‌ای که در او اعضا است، به اونجا ببریم. بله. دادگاه آنها بر آن است که از خدا ناراضی هستند، چون در سخنها بسیار چیزهای وزنین شنیده می شود. چرا رفتی؟ چرا جوان رفتی؟ ناراضی با خدا است. باز چه کدام کلمه ها بود؟ جمله کلمه هایی حالا که جوان بودی، حالا زن نگرفته تو بودی، باید نمی رفتی، تو فلان بودی، اکنون من چیکار میکنم به تو و باز چی بود؟ اکنون یگان اون بسیار چیزایی هست که همش راست به چی میرد؟ به خدا میرد. که در آخر وزنین است که ناراضی به خدا. چرا خدا گرفتیش؟ همین معنی است که ای خدا چرا گرفتی؟ رول جوان بود، زندگی میکرد. ای خدا چرا حالی این فرزند داشت؟ ای خدا این برای کی مونده رفت؟ من چیکار میکنم؟ همین چیزایی که هست که در حقیقت وزنین است و پس از چند لحظه ببینید با خدا میجنگد و پس از چند لحظه او با خدا چیکار میکنه؟ آیت میخونه، میگه خدایا ببخشش، غریق رحمتش کن، شایسته جنتش کن. با میبینم با خدا میجنگن، با میبینم از خدا. فکر میکنم که این هم از کم بودن معرفت دینی یا در وزنینی مصیبت است. بعضی حالت نمیدوند چی بگوید و اساسش همین است که از معرفت دینی دور است، نمیدوند چی کار کند در وقت وزنینی، در وقت مصیبت، در وقت یکی از عزیزان و گوشتپاره خود را از دست دادن. این کار شوخی نیست.